به نظرت چند تا نیمه مناسب توی دنیا داری؟ نیمه گم شده من پیش تو گم شده دلم. خب بستگی داره توی رابطه دنبال چی باشی. اگه هدف فقط رابطه جنسیه که نصف آدمای کره زمین کیس مناسبیه. ولی اگه دنبال شریک زندگی، اون وقت دایره انتخابت یهویی خیلی تنگ‌تر میشه. اصلا حالا که اینطوره، بیا بزرگترین دروغ روابط رو بهت بگم. دروغی که عامل شکست هر چی رابطه است تو دنیا. یه ویروس کشنده که روانشناسای زرد پخشش کردن تو جامعه، ولی هر سال کلی شرکت پولپرست پرابال بهش میدن و باهاش جیبتو خالی میکنن. آخرش تو میمونی با یه حساب خالی و یه قلب شکسته، در حالی که اونا رو ویرانه رابطت دارن ویلا میسازن. ولی خب این دروغ یه گرگ تو لباس میشه. اسمای فریبنده و خواستنی داره. به نظرت چرا کلاس‌های زوج درمانی اینقدر طرفدار دارن؟ یا برنامه‌هایی که میگن چطور عشق سابقه تو برگردونی؟ یا محتواهایی با عنوان تغییر سبک‌های دلبستگی؟ همه اینا رو دروغ بنا شدن. چرا دروغ؟ مشخصه، چون حقیقت نمیفروشه. حالا این دروغ که زندگی میلیون‌ها آدمو نابود کرده و یه بمب اتمی عاشقانه است که کل سیاره رو تبدیل کرده به صحرای تنهایی چیه؟ تو میتونی با هر کسی رابطه دلخواه داشته باشی. این اون دروغه. من اسمشو میذارم خرافه معشوقای نامحدود. ما باید این دروغ رو از گونه آدمیزاد پاک کنیم. بزرگترین دروغ اینه که باور کنیم کیس رابطه خیلی زیاده و تو میتونی با هر کسی جفت شی. مشکلش چیه؟ قبول داری تو یک گل منحصر به فردی که فقط تو خاکهای خاصی رشد میکنه، ولی طبق این دروغ فکر میکنی همه آدما میتونن کیس تو باشن. بعد میگی چون میتونم با هر کی دلم خواست رابطه دلخواهمو داشته باشم، هر کیو خوشم اومد انتخاب میکنم و خیلی مهم نیست شخصیتش چجوریه. مهم اینه به دلم بشینه. حالا اگه بعدن دیدم خوب نیست درستش میکنم. مثلا یه دختر یه پسری رو میخواد که بی‌عاطفه است، ولی ظاهر پسر به دلش میشینه. میگه از اونجا که عشق من و جذابیت اون کافیه، شخصیتشو درست میکنم، بعدن من اونو عاطفیش میکنم. و ما میدونیم که سنگ عاطفی نمیشه. میدونم دست خودت نیست عوض نمیشی. این باور اشتباه ما رو میکشونه به روابط اشتباه، ولی به امید اصلاح در آینده. پس چرا نباید روی دوره‌های اصلاح روابط حساب باز کنیم؟ چون نه تو و نه هیچ تراپیستی نمیتونه به زور کسی رو تغییر بده. پس تمام فوکست رو بذار روی همون انتخاب اولیه و این حقیقت تلخ رو بپذیر. نمیتونی با هر کسی هر چیزی بسازی. حس کردی کسی مناسبت نیست، همون اول آشنایی جدا شو. وگرنه درای جهنم به رود باز میشن و میشی مهمون شیطان. از امروز 5 تا ویژگی غیر قابل مذاکره که توی شریکت میخوای و بنویس و هر کی اومد سمتت چک کن همه رو توش.